ليزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید همیشه در پناه الله شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه روزهای دوشنبه، برنامه پرسش و پاسخ. در این قسمت خدمت کارشناس محترم برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بنده خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز من در عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت جناب عالی و بینندگان ان شاء الله خواهم بود. سلامت باشین. بینندگان عزیز، همونطور که میدونید چندین راه برای ارتباط با ما هست و از اینکه میتونید سوالای شرعیتون رو بپرسید که مهمترین آنها از طریق تماس تلفنی هست و بعد طریق اس هست. سوالاتون رو از طریق اس بفرستید، از طریق پیام‌های صوتی هست و میتونید از این راه‌ها که معمولا هم در زیرنویس برنامه در پایین قسمت برنامه زیرنویس میشه، میتونید از این راه‌ها تماس بگیرید و با ما سوالای شرعیتون رو در میان بذارید و طبق روال معمول برنامه سوالهای اس را میگیریم. جناب مولانا بیننده اول پرسیدن که یک نفر را طلسم کردن. من فهمیدم که طلسم شده. رفتم پیش زن فالگیر که طلسمش را باز کنم. آیا دارم گناه میکنم یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. از نظر شرعی حکم طلسم کردن و جادو کردن کفر هست و اون کسی که طلسم و جادو رو انجام میده، سحر و جادو جنبل میکنه، از نظر شرعی کافر هست و مراجعه کردن به چنین افرادی جایز نیست، نه برای سحر کردن و نه برای باز کردن سحر و حتی برای باز کردن سحر هم مراجعه کردن نزد انسانهای ساحر و جادوگر از نظر شرعی جایز نیست و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که نزد عرافی برود، نزد کاهنی برود، فصدقه بما قال و به آنچه که اون میگوید اون را تصدیق بکند، باور بکند حرفهایش را، فقط کفر بما انزل علی محمد، چون این کسی به آن چیزی که بر محمد صلی الله علیه و سلم یعنی به قرآن در واقع کفر کرده. از نظر شرعی مراجعه کردن به انسانهای فالگیر و جادوگر جادو جایز نیست، ولو اینکه برای باز کردن سحر باشد. باز کردن سحر راههای شرعی دارد، خواندن قرآن هست، مراجعه کردن به علمایی که علمای ربانی هستند، اهل سحر و جادو نیستند، با دعا و تلاوت قرآن و رقیه شرعی قابل باز شدن هست سحر و مراجعه کردن به ساحران از نظر شرعی جایز نیست. و از نظر تجربی هم ثابت شده اون کسانی که در واقع ساحر هستند و از این راه دارند امرار معاش میکنند، اگر یک سحری رو باز بکنند یک سحر بالاتری دوباره میبندند و بیگونه عمل میکنند که افراد همیشه مجبور باشند که نزد این ساحر در واقع رفت و آمد بکنند و این باب را باز میکند برای این که در واقع مردم بیشتر دچار گناه بشوند و بیشتر به ساحر مراجعه بکنند، به علمای ربانی که در این زمینه وجود دارند و تخصصی رو دارند و رقیه شرعی بلد هستند، به این افراد مراجعه بکنند اولاتر و بهتر هست و انشاءالله که الله متعال تمامی مسحورین را و تمام کسانی را که سحر شدند و جادو شدند الله متعال انشاءالله همه را از این مصیبت انشاءالله نجات بدهد. جزاکم الله خیر. بیان بعدی در مورد یک نوع قسم خوردن سوال کرده که گفته
شخصی به شخص دیگه میگه ایمانت از من، اونم میگه ایمانت از تو باشه، ایمانم از تو باشه. آیا این حرف درسته و چه حکمی داره؟ این در واقع که قسم جایزی نیست و حرام هست. این گونه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من کان حالفا فلیحلف بالله. اگر کسی نیازی پیدا شد و مجبور شد جای قسم و سوگندی بخورد، باید به نام الله متعال سوگند بخورد. به نام غیر الله هر چیزی که باشد قسم خوردن جایز نیست. صرفا قسم خوردن به نام الله و به صفات الله متعال جایز هست. غیر از آن به چیزی دیگر قسم خوردن از نظر شرعی جایز نیست و حرام هست و یک نوع شرک محسوب می شود. و این جمله ای که ایمانم مال تو باشد یا من مسلمان نباشم اگر چنین و چنان کرده باشند، عرض کردم که این از نظر شرعی حرام هست و ناجایز هست. و اگر کسی اون گونه که در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم اومده، کسی که به نام غیر الله قسم خورد بعد از آن بگوید که لا اله الا الله، یعنی حتما کسانی که چنین حرفی رو زدن، عرض کردم که این ناجایز هست، حرام هست، نباید چنین لفظی رو به کار بیاورن. ایمان چیز بخشیدنی نیست که شما بخواید ایمان خودتان را به کسی دیگر ببخشید یا از ایمانی که دارید شما اعلام براءت و بیزاری بکنید. اما اگر کسی چنین حرفی را زد، بعد از آن حتما تجدید ایمان بکند، یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله، این جمله رو بر زبان بیاورد و ایمان خودش رو دوباره تجدید بکند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که نزدیک به 9 سال است که ازدواج کردند و 2 فرزند هم دارد. الان گفتن که مادر خانمشان گفته تو شیر من را خورده ای، الان باید چه کار کنیم؟ در این مورد انسان باید در ابتدای این که هنوز ازدواجی صورت نگرفته باید کاملا مراقب باشند، بررسی بکنند ببینن شیر خوردند یا نخوردند و بعد از آن ازدواج صورت بگیرد. اگر شیر خورده باشند این دختر و پسر، یعنی از یک مادری شیر خورده باشند که از نظر شرعی خواهر و برادر رضایی بشوند، از همون ابتدا ولو این که یک مرتبه هم شیر خورده باشند، ولو این که حتی مثلا ادعا شده باشند، بهتر و اولاتر این است که اصلا چنین ازدواجی در واقع صورت نگیرد. اما در چنین مواردی که الان ازدواج صورت گرفته و اونم 9 سال از آن گذشته، این مادر از همون روز اولی که ازدواج کردند این دختر و پسر قطعا میدونسته که شیر خوردن یا شیر نخوردن و من احتمال میدم که به احتمال زیاد الان شاید این مادر خانمشون ازشون ناراحت شده باشه و حرفی رو که تا حالا نزده، در طول 9 سال این حرف نزده، برای اولین بار الان میزند. این حرفش قابل قبول نیست در این زمینه. اگر واقعا شیر خورده بود این رو باید این رو اعلام میکرد و احتمال زیاد داره که این در واقع یک نوع سوء استفاده از این قضیه باشه. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتم من خیلی وسوسه میشم، واسه یه قطره آب هم لباسم رو میشورم، چه کار کنم؟ در مورد وسوسه انسان باید سعی بکند همیشه که بر طبق احکام شرعی عمل بکند. حکم شرعی که در این زمینه وجود دارد شما بر آن عمل بکنید و بیشتر از حکم شرعی شما دغدغه نداشته باشید. رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رو از غلو کردن و افراط کردن در دین و در دیانت و دینداری ما رو منع کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی در باب عبادت هم چنین اجازه را به ما ندادند و الله متعال هم نهی فرمودند در قرآن کریم و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم نهی فرمودند. به طور مثال ایشون در مورد رمی جمرات سنگه های کوچیکی رو، سنگ ریزه رو به اندازه دانه نخود برگرفتند و گفتند الا به مثل هذا فرمو، به اندازه این دانه نخود سنگ بزنید و غلو نکنید، افراط نکنید در این زمینه، یعنی سنگ بزرگ بر ندارید که رمی جمرات بکنید. و در تمامی موارد این یک اصلی هست که انسان باید از غلو و افراط در واقع باید پرهیز بکند و همان حکم شرعی که در هر زمینه وارد شده آن عین اعتدال هست و میان روی هست و عمل کردن بر حکم شرعی یعنی این که شما از نظر شرعی هیچ گونه گناه دیگر برگردن شما باقی نمونده. وقتی که یک حکم شرعی رو انجام دادید نه واجبی نه فرضی دیگر بر عهده شما باقی نمونده و چون که شما بر اساس دستور الله و رسول عمل کردید، در واقع دین شما و دیانت شما یک دیانت کامل هست. کامل تر از اون چیزی که در قرآن و حدیث آمده چیزی وجود ندارد.
ببینید در مواردی رو که در شریعت اسلامی مشخص شده باشد که فلان چیز نجس هست، فلان چیز نجس هست، نجاساتی رو که مشخص شده، خب یک حکم شرعی هم در این زمینه هست. اما به مجرد این که یک قطره آبی به بدن شما یا به لباس شما اصابت کرده باشد و شما وسواس داشته باشید که لباس من در واقع نجس شد، این گونه نیست. بر اساس حکم شرعی لباس شما نجس نمی شود. هر چیزی که شما مطمئن هستی و 100% میدانید که پاک هست، با احتمال و گمان ناپاک نمی شود. یعنی اصل در اشیا طهارت و پاکی هست. شما اصلش بر این هست که لباس شما پاک هست. برای این که شما ثابت بکنید که لباستون ناپاک شده، نجس شده، یک دلیل قطعی و یقینی لازم هست. به مجرد حدس و گمان حکم نمی شود که لباس شما در واقع نجس است. به طور مثال لباس تمیزی هست، شما لباس رو شستید، الان لباس رو بر تن خودتون کردید و مطمئن هستید 100% این لباس پاک هست. الان احتمال می دهید که این لباس ناپاک باشه. صرفا یک نوع احتمال هست و در این زمینه یقینی وجود ندارد. این احتمال یقین قبلی رو از بین نمیبرد. ولو این که شما احتمال بدهید بدون اینکه لباستون رو عوض بکنید یا بشویید، نماز خواندن با این لباس برای شما کاملا جایز هست. عکسش هم این گونه هست. اگر یک لباسی رو شما 100% مطمئن هستید که نجس هست، 100% مطمئن هستید که نجس است، بعد از آن مشکوک هستید، نمیدونید، احتمال دارد که این را شسته باشید و احتمال دارد که نشسته باشید. چون که اصل بر نجاست هست در این مورد و شما مطمئن هستید بر نجاست، پس بنابراین نماز خواندن در این لباس جایز نیست. با این احتمال شستن، اون یقین نشستن و ناپاک بودن از بین نمی رود. پس بنابراین در تمامی این موارد انسان بر همان حکم شرعی که در این زمینه وجود دارد عمل بکند. بیشتر از این انسان نباید دغدغه و وسواسی رو داشته باشد و اگر این رو ادامه بدهد به مرحله میرسد که به هیچ عنوان در واقع قابل معالجه و مداوا نخواهد بود و انسان به زحمت و تکلیف میافتد. درست. منم به این بیننده گرامی توصیه میکنم که صحبت‌های شیخ رو جدی بگیرن و حرفی که زدن یعنی همیشه بر یقین کارشون استوار باشه و به شک هیچ وقت اعتماد نکنید. یعنی شروع بکنید، تمرین بکنید چند روز، مطمئن باشید میبینید که همه چیز عادیه و نمیشه به هر چیزی که شک کرد به اون اعتماد بکنید. بیننده بعدی گفتن قبلا نمازم زیاد قضا میشد ولی الان تصمیم گرفتم نمازهام رو سر وقت بخونم. الان باید نمازهام رو که قضا بوده دوباره بخونم یا نه؟ باید میتونم سنت بخونم؟ نمازی رو که انسان عمدن قضا کرده، یعنی این که در یک دورانی از عمر خودش تارک الصلات بوده، یک گناهی هست مانند گناهان دیگری که انسان احیانا مرتکب می شود و همین که توبه بکند و در توبه خودش صداقت داشته باشد، این انشالله کفایت می کند. یعنی شما توبه بکنید، استغفار بکنید، از الله متعال بخواهید که گذشته شما رو معاف بکنن، انشالله الله متعال از شما در میگذارد و لازم نیست که نمازهایی رو که در گذشته عمدن از شما ترک شده آن رو دوباره قضایی بیاورید. همین که نماز از امروز به بعد شما پایبند نماز باشید و بر گذشته خودتون پشیمان هستید و تصمیم گرفتید که این گناه رو ترک بکنید و از این به بعد حتما پایبند نماز باشید، این انشالله برای شما کفایت میکند و لازم نیست که شما نمازهای گذشته رو قضا بیاورید. بله، سنت خوندن برای شما جایز هست و اولاتر و بهترین است که شما پایبند نمازهای سنت و نفل هم باشید. با توجه به این که شما در یک مدتی رو در گذشته نماز نمیخوندید، تارک الصلات بودید، قطعا یک فرصت بسیار بزرگی رو و فضیلت بسیار بزرگی رو شما از دست دادید. بعد از این، از امروز به بعد و از اون وقتی که شما توبه کردید و پایبند نماز هستید، سعی بکنید که نماز سنت و نفل انشالله بیشتر بخوانید تا اینکه گذشته شما جبران بشود. اما این که یعنی نمازهای نفل خودتان را، نمازهای سنت خودتان را به نیت فرضهای گذشته بخوانید، این قول برخی از فقها هست و به نظر من وجاهتی را ندارد. همین که انسان پایبند نماز فرض باشد، مثل گذشته تارک الصلات نباشد، نمازش رو سر وقت بخواند و بعد از آن این نمازهایی را که میخواند به نیت نفل یا به نیت سنت بخواند، انشاءالله این جبران کننده دورانی خواهد بود که شما در آن دوران نماز نمیخواندید. انشاءالله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن آیا نیکی به پدر و مادر مشرک جایز است یا نه؟
قطعا نیکی به پدر و مادر چه مسلمان باشد یا مشرک باشد هر دو جایز هست و یک واجب و تکلیف شرعی هست. اگر مسلمان باشد حقوق مسلمانی و برادری مسلمانی و حقوقی رو که اسلام تعیین کرده این افزون بر اصل حقوق و واجباتی هست که پدر و پسر در مقابل همدیگر دارند، ولو این که پدر در واقع کافر باشد و صاحب هما فی الدنیا معروفا. و این حکم شرعی هست که انسان باید پدر و مادرش رو در دنیا به اون احسان و نیکی بکند و رسیدگی بکند. اگر نیاز مالی دارد برایش دعا بکند و احسان و نیکی رو فراموش نکند، ولو این که پدر و مادر کافر باشند باز هم بر گردن فرزندان حق دارند و احسان و نیکی کردن در حق اونها یک وظیفه شرعی هست. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که لطفاً بگید برای بچه‌های کوچک چه دعاهایی بخوانیم؟ دعایی مثل دعای چشم بد و دوری از حسد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرزندان خودشون رو و نوه‌هاشون رو حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما رو همیشه در واقع رقیه شرعی می‌کردند، یعنی دعا می‌خوندند و بر اونها میدمیدند تا اینکه از شر شیطان حفاظت بشوند. قبل از اینکه سوره های معوذتین نازل بشوند رسول الله صلی الله علیه و سلم دعای دیگری می‌خوند، اعیذکما بکلمات الله التامات. این دعا را رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌خوندند و دم می‌کردند، میدمیدند بر حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما. و بعد از این که معوذتین نازل شد، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، رسول الله صلی الله علیه و سلم این دو سوره رو می‌خواندند. دو سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس رو می‌خوندند و بر فرزندان خودشون میدمیدند. و امروزه مادران و پدران میتونند که این دو تا سوره را بخوانند و بر فرزندان خودشون انشالله بدمند. این باعث می‌شود که آنها از شر شیطان و شر سحر و جادو و چشم زخم انشاءالله حفاظت بشود انشاءالله. جزاکم الله خیر. بیانیه بعدی گفتن که سجده سهو چه موقع در نماز واجب میشه؟ سجده سهو همون گونه که از اسمش مشخص هست به خاطر سهو در نماز هست. درست. این اگر یک انسانی در نمازش دچار سهو و دچار اشتباه و خطایی بشود، این خطا در واقع به وسیله سجده سهو جبران می شود. و اسباب سجده سهو سه چیز هستند. اسباب سجده سهو یعنی مواردی که سجده سهو رو لازم می‌کنند برای انسان در نماز سه مورد هستند. اولین زیادت هست، یعنی این که انسان در نماز یک چیزی رو اضافی انجام داده باشد، به طور این به جای اینکه مثلا در یک رکعت 2 مرتبه سجده بکند به جای 2 مرتبه 3 مرتبه سجده کرد، یا اینکه 2 مرتبه رکوع کرد، حواسش نبود، متوجه نشده بود و 3 مرتبه سجده کرد. خلاصه این که یک عملی رو در نماز اضافی انجام داد. اگر این عمدی باشد و قصداً باشد نمازش باطل هست. به طور مثال یک فردی به جای این که در هر رکعت یک رکوع بکند عمدن و قصدن به جای یک رکوع 2 رکوع را انجام داد، این نماز باطلی هست، زیرا که برخلاف دستور الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داده. اما اگر از روی سهو بود، فراموش کرده بود و نمیدونست که 2 سجده کرده یا در واقع 3 سجده بوده، عملا میبینیم که 3 سجده رو در واقع انجام داده باشه و بعدا متوجه شد که یک عملی رو اضافی انجام داده، یک سجده رو اضافی انجام داده یا یک رکوع رو اضافی انجام داده، حکمش این است که در آخر نماز و بعد سلام سجده سهو بکند. در آخر نماز سجده سهو بکند و علت این سجده سهو زیادتی در نماز است، یعنی یک از ارکان نماز و واجبات نماز را 2 مرتبه در آخر در نماز تکرار کرده. این یک مورد هست و در این زمینه هم اومده روایتی در صحیح بخاری و مسلم هست از حضرت عبدالله بن مسعود که رسول الله صلی الله علیه و سلم 1 رکعت اضافه خوندند. نماز ظهر یا عصر بود که ایشون 5 رکعت خوندند به جای 4 رکعت و بعد از این که به ایشان گفته شد که شما 5 رکعت خوندید، ایشون رو به طرف قبله نشستن دوباره و سجده سهوی رو دوباره انجام دادن. پس بنابراین هر کسی در نماز یک رکنی رو اضافه انجام داد، یک رکعت رو اضافه انجام داد، یک رکوع رو اضافه انجام داد، یک سجده رو اضافه انجام داد، حکمش این است که در آخر نماز بعد از سلام سجده سهو به جا بیاره. سجده سهو هم 2 سجده هست، 2 مرتبه سجده بکند و بعد از اینکه از سجده در واقع بلند شد دوباره سلام بدهد. این در مورد زیادتی در نماز هست. علت دومش نقص در نماز هست.
هست. علت دومش نقص در نماز است. این نقص در واقع فرق میکند که چی باشد. نقصی که در نماز انجام شده آیا جزء ارکان نماز هست یا جزء در واقع واجبات نماز هست. اگر یک کسی در یک نمازی یکی از ارکان نماز رو کم کرد، به طور مثال به جای اینکه 2 مرتبه سجده بکند 1 مرتبه سجده کرد و 2 مرتبه سجده نکرد، 2 مرتبه سجده کردن و سجده به صورت کلی یکی از ارکان در واقع نماز هست. الان حکمش چی هست؟ اگر کسی که سجده ای رو انجام نداده، به طور مثال رفت در رکعت اول و یک سجده رو انجام داد و بلند شد به رکعت دوم ایستاد، قبل از این که رکعت دوم رو انجام بدهد اگر بیادش اومد باید بازگردد دوباره در حالت سجده و سجده دوم رو انجام بدهد و بعد از آن بلند بشود به رکعت دوم. اگر یادش نیومد تا رکعت بعدی، این رکعت بعدی به جای رکعت اول حساب میشه. این اون رکعتی که یک رکنی از ارکانش رو کم کرده اون به صورت کلی حساب نمیشه. اون رکعتی رو که یک سجده در اون انجام داده گویا که اصلا اون رکعت رو نخوانده، رکعت دوم جایگزینش هست، نمازش رو به این صورت در واقع کامل بکنه. اما اگر یکی از واجبات رو ترک کرده باشد، مانند این که فرض کنیم در تحیات دوم ننشسته باشد، بعد از 2 رکعت در قعده و در اتحیات ننشسته باشد و بعداً بیادش اومد که در رکعت بعد از رکعت دوم تحیاتی رو نخونده و در قعده ننشسته، باز هم حکمش این است که سجده سهو بکند در آخر نماز. این 2 مورد شد، یعنی زیادت در نماز و صورت دوم نقص در نماز، یک چیز رو کم کرده در نماز، و صورت سوم شک در نماز هست. صورت سوم شک در نماز است. شک در نماز به این معنی که انسان نمیداند که 2 رکعت خونده یا 3 رکعت خونده، همیشه مشکوک هست، نمیداند که 2 رکعت خونده یا 3 رکعت هست، 3 رکعت خونده یا 4 رکعت هست، یک شکی در نماز خودش در واقع دارد، نمیداند که در قعده در واقع نشسته یا ننشسته. شک به هر صورتی و در هر جایی که شکی در نماز ایجاد بشود و ترددی رو دارد، حکمش در این زمینه این است که بر یقین عمل بکند، بر یقین را مبنا قرار بدهد، بدین معنی که اگر میان 2 رکعت و 3 رکعت مشکوک هست، 2 رکعتش که قطعا یقینی هست، زیرا که بین 2 رکعت و 3 رکعت مشکوکه، 2 رکعتش یقینی هست، در رکعت سوم شک دارد. اگر بین 3 رکعت و 4 رکعت مشکوک بود، معنیش این است که 3 رکعت یقینی هست، رکعت چهارم چیکار هست؟ مشکوک هست. یک رکعت دیگر بخواند و بر اساس اون یقین خودش اون چیزی رو که یقین دارد اون رو مبنا قرار بدهد و بر مبنا اون نماز خودش رو کامل بکند و در آخر باز هم سجده سهوی رو انجام بدهد. این 3 مورد هستند از مواردی که جزء اسباب و عواملی هستند که سجده سهو رو در نماز لازم می‌کرد. درست. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز، شماره تماس وصل است، نوشته شده و شما میتونید تماس بگیرین و کسانی هم که میخوان تماس بگیرن لطف کنن سوالاشون اول آماده داشته باشن و از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنن، یعنی منتظر نباشن که صداشون از طریق گیرنده پخش بشه بعد تماس بگیرن، چون واقعا صدا دیرتر میاد. و همچنین گفتم لطف کنید از طریق گوشی با ما صحبت بکنید و سوالها هم آماده داشته باشین. جناب مولانا بیننده بعدی سوالی پرسیدن در مورد این که در نماز فرض 4 رکعتی 2 رکعت رو خالی میخوانیم و 2 رکعت رو پر. خب چرا خالی و پر میخوانیم؟ مگه قرآن خواندن ثواب زیاد نداره؟ پس چرا 2 رکعت حمد خالی میخوانیم و آیا فضیلت پر و خالی ثوابش به یک اندازه است یا نه؟ اصل در مورد نماز و همچنین در مورد عبادات دیگر توقیف هست، یعنی این که ما بر اساس دستور الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادت رو انجام میدهیم. کیفیت عبادت و نحوه انجامش و اوقاتی که ما عبادت رو انجام بدهیم این برمیگرده به انتخاب الله و رسول، یعنی اون کسی که کیفیت نماز رو تعیین میکند من و شما نیستیم، صرفا الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم فرمودند صلوا کما رأیتمونی اصلی، همان گونه که من نماز میخوانم شما هم نماز بخوانید، یعنی نگاه بکنید کیفیت نماز ما را و همان گونه که من نماز میخوانم شما مثل من نماز بخوانید. پس بنابراین ما از نظر شرعی مکلف و مأمور هستیم به همان کیفیتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز میخوندند نماز بخونیم. قرآن خوندن بله یک نوع عبادت هست،
در این شکی وجود ندارد که قرآن خوندن عبادت هست، منتها عبادت را، جایش را و کیفیتش را رسول الله صلی الله علیه و سلم مشخص کرده. به طور مثال در مورد نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کردند از این که ما در رکوع مثلا قرائت بخونیم، قرآن رو بخونیم. خب قرآن خوندن یک عبادت هست، اما در رکوع رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه ندادند. حتی خود نماز یک عبادت هست، برترین عبادات و اساسی ترین رکن دین مبین اسلام هست، اما در اوقاتی هست که نماز خوندن جایز نیست، مانند مثلا وقت طلوع آفتاب، وقت استوا، وقت غروب آفتاب. این اوقات ممنوعی هستند. با این که این نماز عبادت هست، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور دادند که نباید در این اوقات شما نماز بخوانید. در مورد خواندن قرائت در نماز، این هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم کاملا ثابت است. روایت صحیح است متفق علیه در صحیح بخاری و مسلم آمده از حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یقرأ فی الرکعتین الاولین من الظهر والعصر بفاتحه الکتاب، که ایشون که رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه در دو رکعت اول نماز ظهر و عصر فاتحه الکتاب و یک سوره دیگر را می‌خواندند. فاتحه الكتاب و سوره و یسمعون الآیه احیانا. و رسول الله صلی الله علیه و سلم با اینکه نماز ظهر و عصر بود، احیانا آیه را به سمع ما میرسوندند. با اینکه نماز در واقع خفیه بود، آهسته میخوندند، اما باز هم احیانا رسول الله صلی الله علیه و سلم آیه را طوری میخوندند که بقیه که پشت سر هستند متوجه بشوند که ایشون دارند قرائت میخونند. یعنی هم فاتحه را میخونند و هم بعد از فاتحه قرائت و چند آیه رو در واقع میخونند. و در ادامه روایت اومده و یقرأ فی الرکعتین الاخرین بفاتحه الکتاب، و در دو رکعت آخر رسول الله صلی الله علیه و سلم صرفا و تنها فاتحه الکتاب را میخوندند. این حدیث صحیح و صریحی هست و متفق علیه هست، در بالاترین درجه صحت قرار دارد. از حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در دو رکعت اول همیشه فاتحه الکتاب و یک سوره را میخوندند و احیانا سوره ای را که میخوندند با صدای بلند میخوندند تا اینکه ما بشنویم. با اینکه نماز یک نماز در واقع سری بود و خفیه میخوندند، اما برای تعلیم و آموزش ما احیانا صدایشون رو بلند میکردند تا اینکه ما متوجه بشیم که ایشون قرائت میکنند. اما در دو رکعت آخر ایشون همیشه اکتفا میکردند به سوره فاتحه. پس بنابراین ما هم باید طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و عملی که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدادند، صلوا کما رأیتمونی اصلی، دقیقاً مانند رسول الله صلی الله علیه و سلم باید نماز بخونیم. و این مذهب جمهور اهل سنت و الجماعت از مذهب امام ابو حنیفه، امام مالک، امام احمد ابن حنبل و بسیاری دیگر از فقها و جمهور فقهای اهل سنت و الجماعت نظرشون این هست. منتها اگر کسی در نماز احیانا سوره رو اضافه کرد اشکالی نداره. اگر کسی در نماز سری در دو رکعت آخر نمازش هم اگر سوره رو اضافه کرد، باز هم در این زمین اشکالی نداره و سجده سهو بر انسان لازم نمیشه، زیرا که در این زمینه روایت دیگری هم وجود داره. در صحیح مسلم هست از حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه که از اون استفاده میشود که رسول الله صلی الله علیه و سلم احیانا این کار رو انجام میدادند. یعنی که در دو رکعت آخر هم احیانا سوره ای رو یا چند آیه رو در واقع میخوندند. اما کار اساسی رسول الله صلی الله علیه و سلم، عادت اصلیشون این بوده که در دو رکعت اول هم فاتحه میخوندند به اضافه یک سوره دیگر، و در دو رکعت آخر صرفا همون سوره فاتحه میخوندند و سوره دیگری را نمیخوندند. اما اگر کسی احیانا این کار را انجام داد یا سهوا این کار را انجام داد، در دو رکعت آخر سوره را خوند، در این صورت سجده سهو لازم نمیشه، زیرا که در این زمینه باز هم روایت دیگری هست و صحیح هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم که احیانا این کار را انجام میداد. درست، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که میخواستم بدونم 20 مثقال طلا یا 39 مثقال طلای گفتن ایرانی زکاتش چقدر است؟ اگر طلای ایشون 24 عیار هست 20 مثقال زکات دارد. 20 مثقال و بالاتر از 20 مثقال، چون 20 مثقال یا 39 مثقالی که هستن، اگر طلایشون عیارشون 24 هست این زکات داره. یعنی نصاب زکات بنابر مثقال همون 20 مثقال هست که مساوی می شود با 85 گرم طلا. و اگر عیارشون 24 است در این صورت زکات لازم هست، و البته به شرطی که یک سال کامل بر این طلا گذشته باشند و به 20 مثقال که ایشون گفتند که رسیده
اگر 19 مثقال باشد زکات ندارد و اما وقتی که به 20 مثقال رسید زکات دارد و زکاتش 2.5% هست. یعنی کل قیمتش رو شما محاسبه بکنید که در بازار چه مقدار هست، 2.5% را به عنوان زکات شما باید پرداخت بکنید. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما باشید. سؤال لو أن لعمري ميزانا ما المكيال أيقاس العمر بأيام أم أعوام فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي بل أصنعها بالإصرار الملتهب لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا ما أجمل أن تحيا عمرا غال وثمين بعطائك تسمو أيامك تزدان سنين لا تسل الأيام متى أبدأ بالتغيير الآن فخير الوقت الآن يحين بادر واستبق الخير ستسعد ذاك يقين أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي بل أصنعها بالإصرار الملتهب بسؤالي جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا من
بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. از الان شماره تماس شما بینندگان زیرنویس هست و شما میتونید که از طریق این تماس، از طریق این شماره تماس بگیرید و سوال شرعیتون را برای ما بفرستید و سوال بپرسید. اگر تماسی آماده هست اتاق فرمان خواهش میکنم که اولین بیننده رو وصل کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید سوال شرعیتون. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. بفرمایید، فقط لطف کنید صداتون رو بلندتر کنید. اسم ملائکه میخواد صداتون پایینه خواهر گرامی. اگه میشه بلندتر صحبت کنید. به چه صورت؟ اسم الله را میخرم چیه گفتم سگردان باشم اسم الله که میخرین یعنی طلا؟ داریم یعنی طلا که الله را میخرم که سگردان باشم. درست. باشم همیشه اما سوال بعدیتون؟ سال بعدی کسی که میدم کار کردی شد قسم میدم بخور و قسم میخورم اگر انصر رو باشه میگم میفهم که شما بجاره. درست. سوال دیگه هم دارین؟ و اگر دروغ باشه یا راست باشه صداتون خیلی پایینه، صداتون قطع وصل میشه متاسفانه. اگر تونستین دوباره زنگ بزنین سوال دومی بعدی را بپرسین، چون صدا خیلی مشکل داره. یعنی من سوال دوم خوب متوجه نشدم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. علیکم سلام و رحمت الله. بعضی مردم میگن که یا پیری یا سیدی یا بزرگی فلان کسی که بددعایی کرده یا سوخته یا پاش شکسته چشمش کلید، میخواستم به مولانا بپرسم که بددعایی به ناحق میتونه به مردم بگیره یا نه؟ سوال دیگه هم دارین؟ الو. سوال دوم اینه که مردم میگم که این عالم خودم اینجوری میگم که نماز مرد و زن چجوری فرق نداره؟ یک زن چطور میتونه شکل مرد نماز بخونه؟ هیچ موقع امکان نداره که یک زن مثل یک مرد نماز بخونه. من میگم عالم میگم که عالم خودم اینجوری میگم. درست. خدا سلام باش. خدا نگهدار شما. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، سوال شرعیتون لطفاً. سوال ما این بود که همین مرد شرعی بعضی علما مثلا یک کمیته گذاشتن مثلا 280 برای مهریه جای آمده. یعنی مهریه شرعی؟ مهریه شرعی علما مثلا گذاشتن که 260. این قانونی دو کجای حدیث یا قرآن آمده است این که یا علما از گفتن که این مهریه شرعی هستن؟ درست است از نگاه شرعیت؟ دو سوال دیگه هم دارین؟ نه خیر. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. جاسم هست از بلوچستان. در خدمت شما هستیم واجه گرامی، بفرمایید. ببخشید سوال شرعیتون لطفاً. از طریق گوشی تلفن مصاحبه کنید و یکمی بلندتر. خون حرم عملی فاهم نه. به چه صورت؟ برادر گرامی از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید.
تماس بعدی بیننده رو باز کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. یه سوال شرعی داشتم. بفرمایید. دو تا سوال دارم. اول سوالم آیا فاتحه برای مرده میرسد؟ فاتحه برای مرده. فاتحه برای مرده میرسد. دومین سوالم، من خودم معلول ختم خواهی هستم. درست. آیا بدون وضو نمازم میخونم؟ آیا نمازم درسته یا نه؟ سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگه ندارم. السلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشین، خدا نگهدار شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. من بینندگان دوباره خواهش میکنم که وقتی تماس گرفتن از طریق گوشی تلفن با ما صحبتشون ادامه بدن، منتظر نباشن صداشون از طریق تلویزیون پخش بشه، چون واقعا صدا دیر میاد و خودتون هم تجربه میکنید. یعنی همیشه که وقتی که میگیم بعدا متوجه میشید که واقعا صدا دیرتر میاد. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. خسته نباشین. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. من یه سوالی داشتم، الان نمیدونم ربطی به برنامه داره یا نه. اگر سوال شرعی هست ربط داره، اگر شرعی نیست دیگه مطمئن باش ربط نداره. من میخواستم یه سوالی بکنم که وقتی آدم میمیره بله؟ روحش میره یا حتی جسدش هم؟ سوال دیگه هم دارین؟ همین. دستتون درد کنه. سلامت باشین. انشالله پاسخ دریافت میکنین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. ببخشید صدا این درست نمیاد. بفرمایید. سوال دومتون فکر کنم ناقص بود. بفرمایید سوال دوم بگین. میخواستم بگم کسی که یک کاری بکره باشه نکره باشه قسم بخوره یا کره باشه نکره باشه قسم بخوره چک میداره. دوباره بپرسین. مولی فهمید شما؟ کسی که قسم میخوره بله به یک کار کره باشه نکره باشه چک میداره. یعنی نتونه کارش انجام بده یا به چی صورت؟ کسی قسم میخورد به یک کار. مثلا برادر شوهرم میگه شوهرم میگه تا فلان وقت خونه آمدن، یعنی اینسان قسم میخوره اوشان، یعنی این چک میدارم شوهرم میگه میگه قسم خود که من نرسیم خانه به تا خانه نرسیم. ها به خونش نداره. قسم میخوره، یعنی من نمیدونم کدیش شخصه یعنی چک میداره. درست. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر میکنم شما. سلامت باشین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. محمد اسحاق انصاری هستم، از افغانستان به تماس شدم. در خدمت شما هستیم. سوال شرعیتون؟ سوال شرعیتون لطفاً آقای انصاری. بفرمایید. بله میخواستم ما را به برنامه پاسخ وصل. صدای شما الان وصله و سوال شرعیتون رو بپرسین برادر گرامی. بله میخواستم یک سوال کلاس صدای در حال پخش. شما فعلا از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنید و سوال شرعیتون رو بپرسین، انشالله صدا پخش است. بعدا متوجه میشین. بله انشالله. سوال تماس بعدی بیارید. من از بینندگان دوباره خواهش میکنم که وقت تماس گرفتین منتظر نباشین صداتون از تلویزیون پخش بشه، چون واقعا دیرتر صدا میاد. الان خود آقای انصاری نگاه بکنید، آقای محمد یوسف که تماس گرفتن، ببینید که الان صدای خودتون دارین میشنوین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید.
سلام علیکم، بفرمایین. جناب مولانا فکر کنم میان برنامه نمیخواد دیگه، مستقیم سوال رو بپرسیم. سوال بیننده از نظر شما از من خیر است. ظاهرا تماس دوباره مشکل داره. سوالایی که بیننده‌ها پرسیدن از اینا شروع میکنیم. بیننده اول گفتن که طلایی که اسم الله بر آن نوشته شده است بر گردن انسان بیندازد درست است یا نه؟ به صورت کلی نام الله متعال یک نوع حرمت و احترامی رو داره و انسان باید سعی بکند که یعنی بی حرمتی نام الله متعال انجام نگیرد و گردنبندی رو که اگر نام الله در اون نوشته در هنگام جنابت این رو یا در هنگامی که وارد دستشویی می شود این همراه نداشته باشد، در صورتهای دیگر در صورتی که روی این نخوابد و مشکل شرعی دیگری نباشد این اشکال نداره و جایز است. منتها به این شرط عرض کردم که جایز هست پوشیدن و استفاده کردن زیورالاتی که بر اونها نام الله نوشته، به شرط اینکه در حالت جنابت این رو نپوشند و در داخل دستشویی و حمامی رو در واقع نبرند. این جایز هست. در غیر این صورت از نظر شرعی اشکال دارد و یک نوع بی حرمتی به نام الله متعال شمرده می شود. درست. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیننده گفتن اگر کسی قسم بخورد که به خونه کسی دیگر نرود این قسم درست است؟ چه حکمی دارد؟ خود این قسم یک نوع قسمی هست که از نظر شرعی اشکال دارد و رسول الله صلی الله علیه وسلم در این زمینه ما رو راهنمایی کردند که اگر کسی قسم خورد که یک کاری رو انجام ندهد و بعدا متوجه شد که اگر انجام بدهد بهتر هست، به طور مثال قسم خورده بود که یک کار خلاف شرعی رو انجام بده، قطعا این قسمش قسم معتبری از نظر شرعی نیست و نباید بر این قسم خودش اصرار بکنه، چون که قسم خورده نباید فلان کار خیر رو انجام بده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند اگر کسی از شما قسم خورد و بعد از این متوجه شد که برخلاف این قسمش اون اتقا هست، به تقوا در واقع نزدیکتر هست، به دستور الله متعال نزدیکتر هست، قسم خودش رو بشکند، کفاره بدهد و اون کار رو انجام بدهد. شما که قسم خوردید که به خونه برادرتون و خواهرتون مثلا نروید، خب این یک قسم معصیت هست. شما این قسم رو باید بشکنید، کفاره بدهید به جای این قسم و حتما باید صله رحم رو انجام بدهید، یعنی به خونه پدر و مادر، خواهر و برادر اگر قسم خوردید که نروید این قسم رو بشکنید و حتما این صله رحم رو انجام بدهید و قسمی رو که شکسته می شود کفارش این است که شما 10 مسکین رو غذا بدهید یا اینکه 10 مسکین رو لباس بدهید و اگر نتوانستی غذا یا لباس بدهید 3 روز رو روزه بگیرید. 3 روز رو روزه بگیرید در مرحله آخر و در مرحله اول یا غذا بدهید یا لباس بدهید، این در مرحله اول هست و در مرحله دوم اگر این توانایی رو نداشتید می توانید 3 روز رو روزه بگیرید و اون کاری رو که قسم خورده بودید که انجام ندهید می توانید که اون رو دوباره انجام بدهید. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که بعضی از مردم میگویند که پیری یا سیدی برای کسی بددعایی کرده است. آیا چنین حرفی درست است و این بددعایی واقعا میتونن مردم رو بگیرن؟ دعا کردن در حق دیگران اون هم نفرین کردن و در واقع دعای بد کردن از نظر شرعی یک امر ناجایز و حرامی هست. هیچ کسی حق ندارد که برای دیگران در واقع دعای بد بکند و این گونه نیست که دعای بد همیشه قبول بشود و احیانا ما میبینیم که بسیاری از مادران عصبانی میشوند علیه فرزندان خودشون دعای بد میکنند. اگر تمامی این دعاها رو اصلا الله متعال قبول میکرد قطعا بسیاری از پدران و مادران امروز اصلا فرزندی رو نداشتن. اما این رحمت الله متعال هست که این دعای نفرین و دعای بد را که بی مورد باشد الله متعال چنین چیزی رو قبول نمی کند و اگر هم کسی در حق شما دعای بدی بکند این کفاره می شود برای گناهان شما، یعنی گناهانی رو که شما انجام دادید و خود اون کسی که در حق شما دعای بد کرده نفرین کرده شما رو در واقع یک جنایتی رو انجام داده، یک گناهی رو در حق شما انجام داده و در مقابل این کفاره گناهان شما انشاءالله خواهد شد. جزاکم الله خیر. خود بیننده گفتن که میگن که نماز مرد و زن چجوری فرق نداره با هم، یعنی آیا این امکان داره یا نه؟ اصلش بر این است که کیفیت نماز را رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان فرمودند.
همون گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم به مردان کیفیت نماز رو نشون دادند، به همسران خودش، به زنها هم کیفیت نماز رو بیان فرمودند و ایشون به ما دستور دادن صلوا کما رأیتمونی اصلی، مانند من نماز بخوانید و این دستور رسول الله صلی الله علیه وسلم عام هست، یعنی هم برای زنان هست و هم برای مردان هست. ما از طرف خودمون نمیتوانیم که کیفیت نماز رو تعیین بکنیم. کیفیت نماز صرفاً از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلام می شود. در صورتی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ دلیلی نیامده و هیچ روایت صحیحی وجود ندارد که کیفیت نماز مرد و زن با هم دیگر متفاوت باشد، من نمیتوانم که فتوا بدهم که مردها به یک گونه دیگر نماز بخونند، زنها به یک گونه دیگر نماز بخونند، مگر این که دلیل شرعی در این زمینه وجود داشته باشد. اصل بر این هست که نماز مرد و زن یکی هست، هیچ گونه تفاوتی رو ندارد، مگر این که دلیلی از قرآن باشد یا دلیل حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد که بیان بکند که کیفیت نماز مرد با زن یا زن با مرد در واقع متفاوت هست و این اختلاف را با هم دیگر دارند. در این زمینه هیچ گونه دلیل صحیحی از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نشده و روایاتی که در این زمینه هست در سنن بیهقی مثلا اومده، روایاتی هستند که ضعیف هستند از نظر سندی، نمیتوانند که یک حکم شرعی رو بیانگر یک حکم شرعی باشند. پس بنابراین این نظر علما که نظر اکثریت علما هم هست که نماز مرد و زن هیچ گونه تفاوتی ندارد، این قول قوی تر هست و راجح تر هست، به خاطر اینکه دلیلی برای این که نماز زن و مرد را از هم دیگر جدا کرده باشد وجود ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که در منطقه شون یک حد مشخصی برای مهریه قرار دادن، آیا محدود کردن مهریه از نظر شرعی جایز است یا نه؟ از نظر شرعی یک یعنی مهریه مشخصی رو رسول الله صلی الله علیه وسلم تعیین نکردند که یک سقف مشخصی رو داشته باشد و بنابر روایتی که در این زمین اومده حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم به یکی از اصحاب گفتن التمس ولو خاتما من حدید، برو یک مهریه رو دست و پا بکن و پیدا بکن برای زن خودت ولو اینکه یک انگشتر آهنی باشه، یعنی یک انگشتر آهنی شاید هیچ گونه ارزش مادی رو نداشته باشد، اما به هر صورت این دلالت بر قلت میکند، یعنی هر چیزی رو که زن و شوهر اون دختر و پسری که میخوان با هم دیگر ازدواج بکنند به توافق برسند به عنوان مهریه از نظر شرعی جایز هست و اشکالی رو نداره و کم بودن و زیاد بودنش این بستگی به عرف داره، بستگی به جامعه داره، بستگی به خود خاص دختر و پسر داره که چه مهریه رو در واقع به اون برسند و توافق بکنند. و مهریه ازواج مطهرات بنابر روایتی که در صحیح مسلم هست از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها 12 اوقیه بوده، 12 و نیم اوقیه بوده که تقریبا چیزی به حدود 500 درهم شاید برسد. این مهریه همسران و ازواج رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. اما این که یک مهریه رو مثلا مشخص بکنند، یک سقف مشخصی باشه، اگر در یک جامعه به طور مثال مردم مراعات نمی کنند، یک معضل اجتماعی به وجود آمده به خاطر اینکه مهریه خیلی سنگین باشه، فساد در جامعه ایجاد شده باشه، جوانان امکان ازدواج از اونها در واقع گرفته باشد، جایز هست برای علمای اون منطقه، برای ریش سفیدان اون منطقه که یک مهریه معقولی رو که در واقع معقول باشه اون رو تعیین بکنند و مردم از اون اتباع و پیروی بکنند. اما این صلاح دید علما هیچ وقت به عنوان یک حکم شرعی و قطعی و 100% نیست، به عنوان یک راهنمایی هست، به عنوان یک راهکار هست برای ساده شدن امر ازدواج. اگر کسی کمتر از این مقدار مهریه رو تعیین کرد یا بیشتر از این تعیین کرد، از نظر شرعی ازدواجش هیچ گونه اشکالی رو نداره و جایز هست. منتها انسان باید سعی بکنه که تا جایی که ممکن هست مهریه کم باشه که ازدواج کردن برای جوانان راحت تر باشه، مردم در این زمینه سختگیری نکنن و مهریه هایی که تعیین میشود مهریه های معقولی باشه که پسر هم از پرداخت اون رو در واقع بتواند اون رو پرداخت بکند و عملا برسه. و متاسفانه در بسیار از جاها یعنی مطالبات خیلی زیادی هست به عنوان شیربها و به عناوین دیگری از پسر و داماد میگیرند که متاسفانه این سبب شده که در بسیاری از جاها جوانان در واقع از ازدواج رویگردان باشند و چه بسا که راه فساد رو در واقع در پیش گرفته باشند و تمام کسانی که با این در واقع قید و بنده
های زیادی، با مهریه زیادی، با شیرباهایی که ناجایز از نظر شریک و از پسر و داماد در واقع طلب میکنن، هر کسی با این قبیل اعمال خودش سبب بشود که ازدواج در واقع سخت‌تر بشود و جوانان به طرف گناه روی آوری بکنند، قطعا اینها در این گناه شریک هستند و خودشون با دست خودشون در واقع جامعه خودشون رو به هلاکت و فساد انداختند. جزاکم الله خیر. آیا ثواب خواندن فاتحه برای مرده بر سر قبر یا در کل میرسد یا نه؟ به صورت کلی ثواب قرائت فاتحه یا تلاوت قرآن کریم در این زمینه روایت صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده و چنین چیزی نقل نشده که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مردگان فاتحه را خونده باشند. برای عزیزانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دست دادند، برای اصحابی که در واقع شهید شدند در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یا فوت شدند، ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای کسی فاتحه خونده باشند یا دستور داده باشند که فاتحه خوانی بگیرند مردم یا اینکه قرآن رو ختم بکنند. چنین چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع ثابت نشده. بدین خاطر است که علما در این زمینه اختلاف نظر دارند و برخی از علما قرائت قرآن و فاتحه رو قیاس کردند بر اعمال دیگر، بر صدقه و اعمال دیگر اینو قیاس کردند و نظرشون این است که این ثوابش در واقع میرسد. به هر صورت این یک امر اختلافی هست، میرسد یا اینکه نمیرسد. عرض کردم بنا بر روایاتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده، این مطلب از ایشان نقل نشده که سوره فاتحه رو یا سوره های دیگری رو از قرآن برای مردگان رسول الله صلی الله علیه و سلم تلاوت کرده باشند و ایصال ثواب کرده باشند و اولاتر و بهترین است که ما بر طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنیم. ایشون در موقع فرمودند که یک وقتی که یکی از صحابه را دفن کرده بودند، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که استغفروا لاخیکم فانه الان یسأل، برای برادر مرده خودتون طلب مغفرت بکنید، استغفار بکنید و نه فرمودند که قرآن بخونید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی که انسان از دنیا می رود انقطع عمله الا من ثلاث، اعمال انسان ختم می شوند مگر از در سه مورد و یکی از این سه مورد را رسول الله صلی الله علیه و سلم ولد صالح یدعو له، فرزند نیکوکاری که برای پدر و مادر دعا بکند. و به صورت کلی دعا کردن ثابت است برای مردگان، چه از جانب فرزندان باشد یا از جانب غیر فرزندان، این به عنوان ایصال ثواب ثابت است. دعا کردن برای مرده، صدقه دادن برای مرده، اینها جایز هست و همچنین حج رفتن، عمره کردن برای مرده از نظر شرعی جایز هست. این مواردی هست که به عنوان ایصال ثواب ثابت هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما قرآن خوندن و فاتحه خوندن از نظر شرعی جایز نیست و اولاتر این است که انسانی رو ترک بکنند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که دچار بیماری قطع نخاع هستن و بدون وضو نماز میخوانن، آیا نمازشون درست میشه؟ اصل بر این است که همه باید وضو بگیرند، همون کسانی که بیمار هستند و همون کسانی که سالم هستند یا عذری رو دارند، معلول هستند. به هر صورت در مرحله اول حکم شرعی این است که باید وضو بگیرند. اگر خودشون نمیتونند وضو بگیرند، افراد دیگری هستند چه بسا که نمیتونند برند مثلا حمام وضو بگیرند، در همونجا اگر خانواده‌اش هستند، افرادی هستند، آب بیارند برایشون که وضو بگیرند یا اینکه خشتی رو همیشه در کنارشون باشه که تیمم بکنه، حداقلش این هست. و اگر به صورت کلی به اندازه ایشون گفتند که قطع نخاعی هستن، نمیتوانند که دستشون رو تکان بدند یا اینکه مثلا برای وضو گرفتن بروند و کسی هم نیست که به ایشان تیمم بدهد یا وضو بدهد، از نظر شرعی اگر در چنین وضعیتی قرار دارند جایز هست به هر کیفیتی که هست به همون کیفیت نماز بخوانند. اگر کسی به صورت کلی برایش میسر نیست که وضو بگیرد، بدون وضو هم نماز بخواند، برای چنین شخصی کفایت میکند و اشکال شرعی ندارد. جزاکم الله خیر. من باز تاکید میکنم شما تماس بینندگان عزیز زیرنویس است و باز اگر بینندگان میخوان تماس بگیرن میتونن با این شماره‌ای که زیرنویس شده تماس بگیرن و سوال شرعیشون رو آماده بکنن. و بازم میگم لطف بکنید که منتظر نباشید صداتون از تلویزیون پخش بشه چون صدا دیر میاد. بیننده بعدی پرسیدن وقتی که آدم میمیرد فقط روح میرود یا روح با جسد میرود؟
قطعا این هم از نظر شرعی ثابت هست و هم از نظر تجربه ثابت هست که اون چیزی که در واقع از بدن جدا می شود اون همون روح هست که از بدن جدا می شود و می رود و جسد عملا در اختیار خود انسان هست که اون رو باید از نظر شرعی یکی از آخرین حقوق انسان هست که اون رو در واقع بروند و غسلش بدهند و کفن بکنند و دفنش بکنند که آخرین نماز جنازه آخرین حقی هست که یک مسلمان بر برادر مسلمان خودش دارد و جسد در اختیار من و شما هست. میتونیم آن رو غسل بدهیم و نماز جنازه بر اون میخونیم و این رو دفن میکنیم. جسد از بین یعنی از میان برداشته نمیشود و اون چیزی که بالا میرود روح انسان هست. بدنش و جسدش در زیر قبر و در زیر خاک میماند و این در واقع خاک میشود، اما روح به آسمان برده میشود و در روایتی هست که این بدن را فرشتگان در واقع میبرند. اگر بدن انسان نیکوکاری بوده، انسان صالح و مؤمنی بوده، این روحش یک بوی بسیار خوش و معطری رو خواهد داشت و اگر انسان بدکاری بوده روحش بسیار بدبو خواهد بود و از همین بویش فرشتگان این رو میشناسند که این از اهل بهشت هست یا از اهل جهنم هست. این روح بالا برده میشود به طرف الله متعال و الله قضاوت میکنه در نهایتش که این روح را در بهشت ببرند یا اینکه در جهنم ببرند که الله متعال میفرماید که این رو برایش در بهشت رو فرش بکنید یا اینکه در جهنم برایش جایی را آماده بکنند. و در روایت اومده بعد از این که انسان رو دفن میکنند روحش به بدن بازگردانده میشود برای سوالات معروفی که در قبر در واقع انجام میشود و از انسان پرسیده میشود، اما به صورت کلی بدن در واقع در زیر خاک هست و از بین میرود و این روح هست که به بالا برده میشد به طرف الله متعال که الله متعال در موردش قضاوت میکند که در بهشت باشد یا اینکه در جهنم باشد. و منتها در نهایتش زمانی که قیامت برپا بشود و روز قیامت فرا برسد الله متعال دستور میدهد که تمام مردگانی که مرده بودند بدنشون دوباره باز میگردد به حالت اصلی و زنده میشوند و روحشون دوباره به بدن در واقع بازگردانده میشوند و با روح و بدنی که در واقع داشتند با بهترین و کاملترین شکل و صورت انشاءالله مسلمانان وارد بهشت خواهند شد و کسانی که شایسته جهنم هستند اونها رو هم الله متعال در جهنم عذاب خواهد کرد. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز در اینجا با هم یک میان برنامه کوتاه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. ورد زبانم نام محمد، آرام جانم نام محمد، آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. سوزد درونم از شوق رویش، فیض کلامم نام محمد، فیض کلامم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. تا هست جانم در دار فانی، هر لحظه خوانم نام محمد، هر لحظه خوانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد،
ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. در روز محشر از آتش آدود باشد امانم، نام محمد باشد امانم. خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. گذشتم من عیش جهان را، عیش جهانم نام محمد، عیش جهانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. بر نابینا و لنگ و بیمار و نیز بر خود شما گناهی نیست که از خانه‌های خیش یا خانه‌های پدران، مادران، برادران، عموها، عمه‌ها، دایی‌ها، خاله‌ها یا از خانه‌هایی که کلیدش در اختیار شماست و یا از خانه دوستتان چیزی بخورید. همچنان بر شما گناهی نیست که به طور دست جمعی و یا جداگانه غذا بخورید. پس هنگام ورود به خانه‌ها به یکدیگر سلام کنید که درود و شاد باشی خجسته و پاکیزه
از سوی الله است. بدین سان الله آیات خود را برایتان بیان می کند تا بیندیشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ليزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. بیننده بعدی جناب مولانا پرسیدن که آیا کسی که قرآن را نخواند، یعنی اصلا قرآن را باز نکنند، اما از تلویزیون گوش بدهد و به دستوراتشان عمل کند، آیا این شخص اجری دارد یا نه؟ تلاوت قرآن از نظر شرعی یک نوع عبادت شمرده می شود و رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب کردند ما را به تلاوت قرآن و تدبر در قرآن. هم تلاوت قرآن ثواب دارد، هم تدبر و تأمل در قرآن ثواب دارد و هم شنیدن قرآن ثواب دارد و هم عمل کردن بر قرآن. تمامی این موارد جز مواردی هستند که ما به عنوان یک انسان مسلمان مکلف هستیم. هم قرآن بخوانیم، تأمل بکنیم، بشنویم صدای قرآن را. رسول الله صلی الله علیه وسلم عملاً احیانا به برخی از اصحاب خودشون دستور میدادند که قرآن بخوانید و رسول الله صلی الله علیه وسلم گوش میکردند، مانند حضرت انس رضی الله تعالی عنه و حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه. و تمامی این موارد از نظر شرعی ثواب دارند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که هر کسی که یک حرفی رو از قرآن بخواند، الله متعال در مقابل هر حرفی هر 10 نیکی خواهد داد و هر یک نیکی خواهد داد و هر نیکی 10 برابر در واقع شمرده می شود. یعنی در مقابل هر حرفی الله متعال 30 ثواب به انسان مسلمان ان شاء الله عنایت خواهد کرد. یک فضیلت بسیار بزرگ و زیادی هست برای کسانی که قرآن رو تلاوت میکنند و در آن تدبر میکنند. اما اگر کسی وقت نداشته باشد که قرآن تلاوت بکند یا اینکه نتواند که قرآن رو تلاوت بکند، به جان قرآن رو بشنود، باز هم ان شاء الله یعنی ثواب دارد و بر قرآن رو میشنود، به آن تأمل میکند، بر آن عمل میکند. و مهمتر از خود تلاوت قرآن یا شنیدن قرآن، عمل کردن بر احکام قرآن هست. اگر کسی بر احکام قرآن عمل بکند، قرآن را میشنود، ان شاء الله که برگردن اون در واقع گناهی نباشد. و انسان باید سعی بکند که حزبی رو یا یک ورد مشخصی رو روزانه داشته باشد که همیشه قرآن رو تلاوت بکند، زیرا که بدون تلاوت قرآن و بدون خواندن قرآن و تأمل در قرآن، عمل بر قرآن هم در واقع ممکن نیست. پس بنابراین انسان مسلمان هر روز باید قرآن رو مطالعه بکند، تلاوت بکند و تأمل بکند در قرآن، احکام قرآن رو یاد بگیرد و بر آن ان شاء الله عمل بکند. درست. بینندگان عزیز، شما تماس هم وصل است، نویس شده است و کسانی که میخوان تماس بگیرن میتونن دوباره سوال شرعیشون رو بپرسن. اتاق فرمان اگر تماسی هست، تماس بیننده رو وصل کنید. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. خوب هستین و سلامت باشید. مولوی صاحب، ما یک سوال داشتم از مولوی صاحب. بفرمایید. ما بودیم کسی قرآن از روی یاد داره، وقت پیدا نمیکنه که از روی نه کار و بار اونایی که یاد داره از یاد میخوانه، روزه همین حقوق قرآن خلاص میشه یا میمونه؟ درست. امیر از مولوی صاحب عبدالقدوس میخوانیم. یعنی سوالتون چجوری بود؟ متوجه شدین؟ یعنی حق قرآن سوال ما همین بود
که حق قرآن ادا شده یا قرآن نه؟ یاد داره از روی قرآن میخواه، قرآن خوندن یاد داره، بله بله. وقت نداره که این از روی قرآن علاقه و تلاوت کنه، این شاید یک پاره یا نیم پاره یا دو پاره یاد داشته باشه از یاد بخوانه. درست. امی حقوق قرآن ادا میشه یا بله. سوال واضح. سوال دیگه هم دارین؟ نه جا تشکر است. سلامت باشین. تشکر میکنم. آره. اگر تماس دیگه هست بفرمایید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. بفرمایید سوالتون. صداتون قطع بس داره میشه. دوباره سوال پرسین. برادری؟ اگر دوباره تماس بگیرین بهتره چون که صداتون خرابه. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. خسته نباشین. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. ببخشید من سوالم این بود که بهترین تفسیر از دیدگاه شما کدوم تفسیره؟ بهترین تفسیر. بعد چیکار کنیم؟ بله بعد به نظر شما چیکار کنیم که از غیبت دورتر باشیم؟ دوری از غیبت. بعد کسی که قرآن رو کسی که قرآن رو حفظ میکنه فراموش میکنه چیکار کنه دوباره یادش بیاد؟ بعد گناه کسی که قرآن رو فراموش میکنه برامون بیان کنید. ممنون میشم. درست. تشکر میکنم شما. خداحافظ شما. سلامت باشه. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. ما یک سوال داشتم از استاد محترم در مورد حق میراث. حق میراث. بله، امی فرزند که در پیش روی پدر، یعنی پدر زنده فرزندش فوت میکنه، این حق نمیبره، دلیلش بر چی است؟ گرفت سوال ما؟ بله بله. یعنی وقتی یک پدر زنده است فرزند که سوال میمونه. واضح است. درست. تشکر. ما از تلویزیون میشم. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. خدا. سلامت باشین. سلام علیکم. برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. الو سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. یک دو تا سوال داشت. بفرمایید. سوال اولتون. اولا برایم دعای خیر کنید. 27 سال سندانم قطع نقاه هستم. دعای خیر. درست. دوم سوالم آیا سنت است یه لیوان آب با 3 نفس بخوری؟ سنته؟ سوال بعدی. سوال بعدی آیا جایز است یه لیوان آب با 3 نفس بخوری؟ سنت است؟ درست. یعنی سوال سوم. سوال دیگه ندارم. سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. خسته نباشین. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. آقا ببخشید من دوباره مزاحم میشم. خواهش میکنم. در خدمت شما هستیم. میخواستم بدونم که آیا ملکایی که میان داخل قبر حسابی سوالایی میکنن این واقعیت داره؟ سوال دیگه هم دارین؟ من همینه میخواستم بدونم چون من یه شیعه هدایت یافتم، بعد جایی که زندگی میکنم همه شیعن. همچین سوال قبر و ملکایی که دتانیان این واقعیت داره یا همش؟ بعد چه سوالایی میپرسن؟ درست. ممنون. سلامت باشین. خداحافظ. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. یه سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولتون. سوال اولم اینه که سجده سهو در کجا لازم میشه؟ سوال بعدی. سوال بعدی هم اینه که خواندن قرآن از رو در نمازهای نفل جایز است؟ سوال سوم هم اینه که بهترین ذکر در نزد خداوند کدام است؟
بهترین ذکر در نزد خداوند جل جلاله او کدام ذکر است؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه دست شما در نکنه، خیلی ممنون. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. اگر تماس دیگه هست تماس بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. ببخشید بفرمایید. فقط انشالله صداتون خوب باشه که بتونیم بشنویم تماستون. می‌خواستم از چند دیگه کنم خانه شما مقام می‌کنید. مالی شما گوش بکنید. دوباره بگین چون صدا قطع داره میشه، مشکل اینه، یعنی قطع و وصل میشه، تکه تکه داریم میشنویم. نماز نمیخوانند. نماز نمیخوانند. بگن جنگ آزان شوار دلشان میخوانند یا دلشان بخشین، یعنی تکه تکه بگین نماز نمیخوانند. دیگه چی؟ روزه هم نمیگیرن. روزه هم نمیگیرن. نه روزه میگیرن، نه نماز میخوانند. خانواده شوار دیگه، یعنی اجاره دارن. بله. دلشان میخوانند، دلشان باید الان قسمت آخر سوال چیه؟ یعنی سوال چیه الان؟ میگه تو رفت آمد تکلیف نشان دیگه میخوانن دلشان رفت آمد با آنها؟ بلی؟ رفت آمد با آنها؟ آره میگه تو شما میگه تو رفت آمد حتما بگو رفت آمد دلشان میخوانن دلشان نه. من میگم نه وقتی که من بوده میان کنید ما چند بیده دکشان من نمیره خانه کنم. میخواستم بگم که جلوی تصمیم که بکنید آدم ها بشنانم بخیر بس چی تسکره یا نه؟ درست. تشکر میکنم از شما. شما خواهشم میکنم جوان کنید بخونم. سلامت باش. تشکر میکنم از شما. بخاطر یه ارزی که هستم. سلامت باش. بگم که خیلی داشته باشن یا نباشن. من خانواده بزرگ نشده بودیم. مثل خانواده شما رو وارد ما هستم. ولی بگه شانس بگه خانواده خراب هست بوده. بله. تشکر میکنم از شما. آخرین تماس بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. سوال داشتم قربان، حال شما خوبه؟ سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. استاد یه سوال داشتم، مثلا کسی پولی در بانک بذاره اون بعد به صورت سود بهش بدن، یه سودش خودش استفاده نکنه به فقرا بده، آیا جایزه یا جایز نیست؟ اینو می‌خواستم سوال بکنم. خیلی ممنون، متشکرم. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما. تشکر میکنیم. جناب مولانا سوالا بپرسیم دیگه بدون این برنامه. تا کجا رفته بودیم؟ بله. بیننده گفتن که کسی که قرآن را بلد هست، از رو یاد دارد، اما وقت خواندن قرآن را ندارد، آیا حق قرآن را ادا کرده است یا نه؟ از نظر شرعی هر آدم که یک انسان مکلف است که قرآن را در واقع تلاوت بکند، به خاطر اینکه یک نوع عبادت هست و فضیلت بسیار بزرگی را دارد و ترک کردن قرآن به صورت کلی یکی از انواع حجر و ترک شمرده می شود که از نظر شرعی جایز نیست و یک گناه شمرده می شود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما دستور دادند که اقرأوا القرآن فانه یأتی شفیعا یوم القیامه، قرآن رو شما تلاوت بکنید و بخوانید که در روز قیامت قرآن به عنوان شفیع شما در روز قیامت ان شاء الله خواهد آمد. و یک نقطه‌ای که در این زمینه هست و که بیننده دیگرمون هم به اون اشاره کردن این هست که فراموش شدن قرآن، این که من فراموش کردن در روایتی بله قبلا حفظ کرده یا بعدا از یادش رفته، رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رو از این نهی کردند که بگید من فراموش کردم. این جمله فراموش کرده ام این از نظر شرعی اشکال دارد. انسان باید این جمله و تعبیر درستش این است که از یادم رفته،
از یادم رفته و این گونه که من فراموش کردم گویا یک عملی هست که این رو به خودش نسبت میدهد که گویا عملا و دیده و دانسته و عمدن رو در واقع فراموش کرده باشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که بئس ما لاحدهم یقول نسیت آیت کذا و آیت کیت و کیت. این بسیار بد هست که انسان بگوید که من آیه فلان و فلان آیه رو من فراموش کردم، بل هو نسی یا اونسیتو باید بگه که از یادم رفته، فراموش من شده یا فراموش کرده شدم، یعنی این که شیطان از یاد من برده. این تعبیر درستی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رو گفتن این تعبیر رو بکنید، از یاد من رفته یا از یادم برده شده، این که شیطان این از یادم برده. این تعبیر دقیق تر هست و این تعبیر نکنید که من قرآن رو فراموش کردم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در آخر این روایت که در صحیح بخاری و مسلم هست فرمودند استذکر القرآن فله اشد تفصیلا من صدور الرجال من النعم فی من عقلها، که قرآن را یعنی همیشه بخوانید و تلاوت بکنید، بار بار تلاوت بکنید، زیرا که این قرآن مانند یک حیوانی که در بند باشه، اگر بندش را شما باز بکنید از فرار میکند و گم میشود. این قرآن هم این گونه هست، خیلی زود در واقع از یاد انسان میرود و از بنابراین نیاز به مذاکره و نیاز به مراجعه کردن و مرور کردن حفظ در واقع دارد. اما اینکه انسان حافظ هست از روی حفظ میخواند یا اینکه از روی موبایل میخواند یا اینکه همزمان از تلویزیون رو گوش میکند، این هم یک نوع تعهد هست و یک نوع در واقع مذاکره و مرور کردن قرآن هست و لازم نیست که حتما انسان باید قرآنی رو که چاپ شده اون رو بگیرد و اون رو باز بکند و مطالعه بکند. بالفرض اگر در خونه قرآنی هم وجود داشته باشد، بسیار از مردم فکر میکنند که اگر این قرآن رو بر ندارند، دهانش رو به اصطلاح خود معروف باز نکنند، مطالعه نکنند، این گناه داره. نه، اگر شما حافظ قرآن هستید لازم نیست که از قرآن رو از روی قرآن تلاوت بکنید، یا اینکه عادت کردید از روی موبایل یا از صفحه مانیتور مطالعه میکنید و تلاوت میکنید، باز هم هیچ گونه اشکالی و ممانعت شرعی نداره. شما که از روی حفظ خودتان میخونید یا از روی موبایل میخونید یا قرآن را گوش میکنید، انشاءالله که مشمول وعیدهایی که در این زمینه آمده نباشید و هیچ حقی از قرآن برگردن شما باقی نمونده در مورد تلاوت قرآن و میمونه فقط همون عمل کردن بر احکام قرآن. درست، جزاکم الله خیر. و باز سوال در مورد قرآن است، بهترین تفسیر قرآن گفتن نظر شما چه تفسیری؟ بهترین تفاسیری که در این زمینه هستند در میان اهل سنت و الجماعت، بهترین تفسیر امام طبری رحمت الله هست، ابن جریر طبری که تفسیر بالمأثور هست، یعنی برگرفته از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هست و قرآن را با قرآن تفسیر کرده. و در مرحله دوم تفسیر ابن کثیر رحمت الله علیه جزء تفاسیر معثور و که تفاسیری که با احادیث تفسیر شده بهترین تفسیر شمرده می شود. هم تفسیر طبری که خیلی مفصل هست و مختصرتر از اون تفسیر در واقع امام ابن کثیر رحمت الله، ابن کثیر دمشقی رحمت الله علیه هست. اینها که خلاصش ترجمه شده به زبان فارسی و همچنین تفسیری که به زبان فارسی ترجمه شده به نام تفسیر آسان یا تفسیر راستین که تفسیر مختصری هست، در سه جلد هست به ترجمه فارسیش و اصل عربیش در یک جلد هست. شیخ عبدالرحمن سعدی رحمت الله علیه یکی از معتبرترین تفاسیر و در این حال مختصرترین تفاسیری هست که به زبان فارسی در واقع ترجمه شده و در بازار هم وجود داره. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیننده گفتن راه دوری از غیبت چیه؟ انسان باید یعنی در زمینه غیبت و همچنین موارد دیگری که باعث می شوند که انسان اعمال نیک خودش را از دست بدهد، بهترین انگیزه برای ترک غیبت این است که انسان سرانجام غیبت را یعنی مد نظر داشته باشد. وقتی که شما غیبت میکنید، بدگویی میکنید از یک انسانی، به شما چی میرسد؟ عملا در یک جلسه ای که شما غیبت کردید
بدگویی برادر مسلمان رو کردید، عملا به شما چه نفی میرسد؟ هیچ گونه نفی عاید شما نمی شود، نه در دنیا و نه در آخرت، بلکه در آخرت این سبب خسران شما می شود که در روز قیامت بنابر روایتی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند و سوال کردند از اصحاب خودشون که از دیدگاه شما مفلس چه کسی هست؟ همه گفتند اون کسی که دینار و درهمی رو ندارد، پولی ندارد، اون از دیدگاه ما مفلس هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که مفلس امت من این نیست، مفلس امت من اون کسی هست که در دنیا نماز خونده، روزه گرفته، زکات داده، اعمال خیر و نیکوکاری بسیار زیادی رو انجام داده، اما در عین حال یکی رو سیلی زده، یکی رو دشنام داده، یکی رو غیبتی کرده و بدگویی برادر مسلمان خودش رو کرده، فحش و ناسزا گفته و در روز قیامت وقتی که میرود میبیند که طلبکاران خیلی زیاد هستند. این کسانی که امروزه در دنیا شما غیبت اونها رو میکنید، بدگویی میکنید، فحش و دشنام میدهید، تهمت میزنید، تمام اینها در روز قیامت طلبکار هستند و در روز قیامت حساب و کتابی که میشود با پول و درهم و دینار نیست، از نیکی های شما میگیرند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که فیعطی هذا من حسناته و هذا من حسناته، هر کسی از شاکیانی که در روز قیامت بیاند از شما شکایت بکنند، از نیکی های شما به اون داده می شود. رسول الله صلی الله علیه وسلم در تعریف مفلس اینو فرمودند که طلبکاران همه میاند، یکی میاد میگه که پروردگارا به من سیلی زده، یک مقداری از نیکیاش برمیدارن به این طلبکار در واقع میدن. یکی میاد که پروردگارا به من دشنام داده، غیبت مرا کرده، یک مقدار از نیکی‌هاش رو میدن، تمام تا زمانی که نیکی‌های این انسان تمام میشود. و هنوز افرادی هستند که طلبکار هستند، شاکی هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که الله متعال دستور میدهد که از گناهان شاکی‌ها و طلبکاران بردارند، برگردن این انسان بیاندازند. و نهایتا این گونه هم می شود که این انسان تمام نیکی هایش تمام شده، از بین رفته و گناهان دیگران را هم بر دوش می کشد و نهایتا به جهنم می رود. یعنی این که انسان مسلمانی در دنیا با تمام اعمال خیری که انجام داده، اما در روز قیامت دست خالی در واقع می رود، به گونه ای که اعمال خیرش را دیگران بردن. یعنی به تعبیر دیگر این که انسانهای دیگر به خاطر نیکی های شما به بهشت می روند و شما به خاطر بدی های دیگران در واقع به جهنم می روید و این واقعا یک ضرر و خسارت بسیار بزرگی هست که انسان اگر این سرانجام و عاقبت رو در نظر داشته باشد هیچگاه غیبت و بدگویی نمی کند. و کسانی هم که مبتلای غیبت شدند یا احیانا غیبتی رو انجام دادن، بدگویی کردن، راه تلافی کردنش این است که شما در همان جلساتی که غیبت کردید، بدگویی کردید و از اون افراد، در همان جلسات بروید، از خوبی هایشون تعریف بکنید و محاسنی رو که دارند برای مردم در واقع بازگو بکنید و در عین حال دعا بکنید برایشون. اگر غیبت کردید یعنی در حق شما ظلم کردید و بدی رو انجام دادید و یک نیکی رو هم در حقش بکنید، این که برایش دعای خیر بکنید تا اینکه این ثواب دعای خیر شما بگونه‌ای بشود که اون گناه غیبت رو در واقع از بین ببرد و در روز قیامت الله متعال به اون اختیار میدهد که ثواب این دعای شما را بگیرد، که دعای خیری که برای اون کردید یا اینکه از نیکی های شما در واقع بردارد. در هر دو صورت شما برای خودتون جایگزینی رو دارید و شما در روز قیامت ان شاء الله ضرر و زیانی عاید شما نمی شود، اما به شرط این که از کسی که غیبتش را کردید اگر ممکن هست بروید حلالیت طلب بکنید، معافی طلب بکنید و اگر ممکن نیست برایش حتما دعای خیر بکنید که ان شاء الله غیبت شما را خنثی بکند. ان شاء الله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد حق میراث پرسیدن، گفتن که دلیل این که وقتی فرزندی قبل از پدر میمیرد و به او میراث نمیرسد چیست؟ از نظر شرعی خود تعریف میراث و ارث یعنی ترکه، یعنی مالی که بعد از میت در واقع میماند. یک انسانی فوت کرده و بعد از این که فوت کرده مالی رو بعد از خودش به جا گذاشته. این مال باید تقسیم بشه. در میان چه کسانی تقسیم بشه؟ در میان کسانی که زنده هستند. زیرا تا زمانی که انسان نمرده و از دنیا نرفته اختیار مالش در دست خودش هست. کسی نمیتواند در مال شما قبل از وفات شما دخل و تصرفی رو داشته باشد. مال شما هست، به هر کسی میخواهید میتوانید که هبه بکنید، بخشش بکنید یا میتوانید در هر جایی که خواستید اون رو مصرف بکنید. در حیات انسان کسی دیگر حق دخل و تصرف در مالش رو ندارد و بعد از این که فوت کرد
شود هر مالی رو که پدر داشته به وارثان منتقل می شود. وارث چه کسی هست؟ از نظر شرعی وارث به اون کسی گفته می شود که در زمان وفات در واقع مورثش زنده باشه. اما کسانی که قبلا مردند اونها در واقع جز تعریف وارث شمرده نمیشوند و از نظر شرعی وارث نیستند و مال فقط در میان کسانی تقسیم می شود که وارث باشند. یعنی بعد از وفات پدر اون فرزندانی که زنده باشند به اونها ارث میرسد، اما کسانی که قبلا مردند و از دنیا رفتند به این معنی هست که اونها در واقع وارث نیستند، زیرا که در زمان وفات اونها ارثی تقسیم در واقع نشده. منتها پدر در زمان حیات خودش میتواند که هر چیزی را خواست تقسیم بکند. به طور مثال یک پدری فرض کنیم یکی از فرزندانش فوت کرده و اون فرزندش فرزندانی داره، یعنی این به پدر میتواند که به نواهای خودش در حیات خودش بخشش بکند، یک بخشی از مال خودش رو به اونها در واقع اختصاص بدهد. هیچ گونه گناهی رو از نظر شرعی مرتکب نشده، کاملا اختیار دارد. اما بعد از این که وفات کرد این مال فقط مال ورثه هست. ورثه اون کسانی هستند که الله متعال اونها رو تعیین کرده و بعد از مرگ انسان در واقع وجود داشته باشند، یعنی قبل از خودش فوت نکرده باشند. بعد از خودش کسانی که زنده هستند و اون افرادی که سهمیشون در قرآن و حدیث تعیین شده اونها رو در واقع ورثه گفته می شود و حق میراث به اونها تعلق می گیرد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که برایمان دعا کنید به خاطر مریضی قطع نخاع که دارن و سوالشون هم گفتن که آیا حدیثی هست در مورد این که وقتی که انسان یک لیوان آب میخورد با 3 نفس باید بخورد؟ بله، آب خوردن در واقع با 3 نفس جز سنت‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رو نهی کردند از این که در واقع در ظرف نفس بکشیم، یعنی در زمانی که ظرف را یا لیوان آب را در دهان داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم از این نهی کردند و روایتی در این زمینه هست از حضرت در امام مسلم رحمت الله علیه این رو روایت کرده که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یتنفس فی الاناء 3. روایت حضرت انس رضی الله تعالی عنه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 مرتبه نفس میکشیدند در وقتی که آب میخوردند و این جز سنتایی هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده و برای سلامتی این در واقع مراعات کردن این نقطه ها بهتر هست، زیرا که نوشیدن یک لیوان آب اگر لیوان مثلا بزرگی باشه شاید که زحمت باشه، نفس انسان در واقع نفس کم بیاره. به این خاطر هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم با توجه به این که آرامش و در واقع که در این زمینه وجود دارد با راحتی و آرامش که هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه با 3 نفس آب می نوشیدند و این یکی از سنت های عملی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. به اضافه این که ایشون منع فرمودند و نهی فرمودند که ما در لیوان آب و در ظرف آب نفس بکشیم. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی که گفتن از محتدین هستند درباره سوال این که آیا واقعیت دارد که ملائکه داخل قبر از مرده سوال میکنند، این داستان واقعیت دارد یا نه؟ بله، چیزهایی رو اتفاقاتی رو که برای انسان در قبر میافتد و در عالم برزخ میافتد اتفاقاتی هست که با معیارهای دنیوی ما قابل مقایسه و قابل درک نیست. یک مواردی هستند که یک جهان دیگر هست، جهان برزخ. عالم برزخ یک عالمی هست که در میان عالم دنیا و عالم آخرت هست و اتفاقاتی که در عالم برزخ میافتد اونها مخصوص جهان آخرت هست و مخصوص جهان برزخ هست و هیچ ارتباطی با دنیا ندارد و احکامی که در اون دنیا برای انسان مقرر می شود مخصوص خود اون دنیا هست و قابل مقایسه با عالم مادی ما در واقع نیست و اخباری رو هم که از آن عالم برزخ یا عالم قیامت به ما میرسد صرفا از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و ما نمیتوانیم که از فکر و گمان خودمون یک چیزی رو قیاس بکنیم، یعنی جهان آخرت را یا برزخ را ما قیاس بکنیم بر دنیای خودمون، یکی هم ثوابش هم عقابش مجازاتش ناز و نعمتش تمامشون یک مواردی هست که برخلاف اون چیزی هست که ما در دنیا به آن عادت کردیم و برخلاف معیارهای دنیوی هست. در این زمینه روایات متعددی اومده
آمده از رسول الله صلی الله علیه وسلم که انسان زمانی که در قبر گذاشته می شود و وقتی که مردم رو دفن می کنند و بعد از این که برمیگردند فرشتگان منکر و نکیر روحش را باز می گردانند، در واقع روحش بازگردانده می شود و سوال کرده می شود از اون که پروردگارت کیست و پیامبرت کیست و پیرو چی دینی بودی، دین چیست. این سوالاتی است که در قبر از انسان پرسیده می شود. کسانی که در دنیا اهل توحید بودند، یعنی الله متعال را می شناختند، رسول الله صلی الله علیه وسلم را می شناختند، پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و دین رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند، قطعا اونها این سوالات رو در واقع پاسخ میدن. لازم نیست که انسان همیشه تکرار بکند که پروردگارم الله هست، پیامبرم رسول الله هست، دینم اسلام هست، تا اینکه بیادش بیاد در روز قیامت و در قبر این جواب بده. همین که شما عامل باشید بر دین الله و بر دین رسول الله صلی الله علیه وسلم و به الله و رسول ایمان دارید، این خودش بیانگری این هست که در روز قیامت هم ان شاء الله شما این جواب را خواهید داد. و در روایت اومده کسانی که اهل ایمان و طاعت باشند به راحتی جواب میدن، اما کسانی که اهل طاعت نباشند، اهل ایمان نباشند، در روز قیامت و در قبر اینها در واقع دچار اشکال میشوند و نمیتوانند که جواب بدهند. و در صورتی که همه میدونند در دنیا، حتی مسلمان و کافرش، وقتی سوال بکنند که الله کیست میدونند که یعنی پروردگار جهانیان هست، یا اینکه محمد کیست، مسلمان و کافر میدونند که پیامبر مسلمان ها هست. اما خود این دانستن این مطلب در دنیا هیچ نفعی رو برای آخرت ندارد، مگر این که انسان در دنیا در واقع ایمانی رو داشته باشه به الله و رسول الله و عامل بر دین اسلام باشد. کسانی که این گونه باشند قطعا در روز قیامت و در حتی در عالم برزخ و در قبر ان شاء الله پاسخ درستی رو خواهند داد. ان شاء الله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که سجده سهو چه زمانی لازم می شود؟ این رو مفصلا من قبلا خدمت بینندگان در ابتدای برنامه عرض کردم که سجده سهو 3 تا سبب داره. یکی زیادت در نماز، دومی نقص در نماز و سومی اشتباه در نماز و شک در نماز. یعنی اگر شما یک چیزی رو در نماز اضافه کردید، چیزی رو اضافه خوندید، یا اینکه فرض بکنید یک عملی رو اضافه انجام دادید، یا یک عملی رو از واجبات نماز شما کم کرده بودید، یا اینکه دچار شک و تردد شدید در نماز خودتون که 2 رکعت خوندید یا 3 رکعت خوندید، در تمامی این موارد جز مواردی هستند که سجده سهو بر شما لازم می شود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که خواندن قرآن در نمازهای نفل یا سنت از روی جلد قرآن آیا جایز است یا نه؟ بله، در نماز نفل از روی خواندن از روی مصحف یا از روی موبایل خوندن قرآن در نماز هیچ گونه اشکالی رو نداره. در این زمینه روایاتی ثابت شده از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که زکوان که برده ایشان بود در واقع امامت می‌کردند و قرآن را از رو می‌خواندند، یعنی از روی مصحف و از روی ورق‌های قرآن را تلاوت می‌کردند و در نماز می‌خواندند و این ثابت شده و از حضرت امام احمد رحمت الله علیه و دیگر ائمه جوازش ثابت هست و هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. اما در نمازهای فرض انسان باید هر چیزی رو که از حفظ دارد و از بر دارد به همون مقدار که اکتفا بکند و هر چیزی رو که یاد دارد اون رو بخواند و از رو نخواند. اما در نمازهای نفلی هیچ گونه اشکالی ندارد. شما می توانید که از روی قرآن رو جلوی خودتون باز بکنید و از روی قرآن نماز نفلی بخوانید، هیچ گونه اشکال و ممانعت شرعی ندارد. ان شاء الله. بهترین ذکر نزد الله چه ذکریه؟ به صورت کلی ذکر یک عبادتی است که الله متعال برخلاف عبادات دیگر به ما دستور داده که این ذکر را زیاد انجام بدهیم. اذکروا الله ذکرا کثیرا و اذکروه کما هداکم. و در بسیاری از آیات قرآن الله متعال به ما دستور داده که تا جایی که می توانید الله متعال را ذکر بکنید. اما در عبادات دیگر این نیامده. تنها عبادتی که الله متعال دستور داده که زیاد انجام بدهیم و با قید کثیر و زیاد اومده عبادت ذکر هست و بهترین ذکر لا اله الا الله هست. بهترین ذکر و برترین ذکر همین لا اله الا الله هست. یا در روایتی رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه فرمودند که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. این برترین ذکر هست و غیر از این روایت دیگری هست در صحیح بخاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که کلمتان حبیبتان الی الرحمن
خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دو تا کلمه و دو تا جمله هستند که نزد الله متعال محبوب هستند. الله متعال این دو تا کلمه را دوست دارد و بر زبان آوردنشون بسیار ساده هست و در میزان و در نامه اعمال بسیار سنگین هستند. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. اینها محبوب ترین جملاتی هستند که نزد الله متعال وجود دارند و بهترین ذکرها اون ذکرهایی هستند که همه اونها رو در واقع میدونن، مثل این جملات یا سبحان الله و الحمدلله لا اله الا الله و الله اکبر که جزء اذکاری هستند که بعد از نماز خونده میشوند. اینها جزء برترین اذکاری هستند که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی که سوال پرسیدن و انشالله که این سوالشون خوب گرفته باشیم، گفتن که اقوام نزدیکشون هستن که گفتن برادر شوهرشون هستن که نماز نمیخوانند، روزه نمیگیرن. در مورد رفت آمد با اینها سوال کردن، گفتن که بهتر است که با اینها رفت آمد داشته باشیم تا خوب بشن یا کلا قطع ارتباط داشته باشیم. از نظر شرعی انسان مکلف است در صورتی که یکی از افراد خانوادهشون به طور مثال پایبند نماز نیست. شما از نظر شرعی مکلف هستید که امر به معروف و نهی از منکر بکنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما دستور دادند که من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. اگر کسی از شما منکری را مشاهده کرد با دست خود آن را تغییر بدهد و اگر نتوانست با زبان خودش و اگر نتوانست با قلب خودش این تصمیم را و قصد را داشته باشد که هر موقع که به من این موقعیت برسد و این فرصت برسد من انشالله این منکر را از بین خواهم برد. شما مسئول هستید در قبال فرزندانتون، در قبال خویشاوندانتون، در قبال جامعه خودتون. اگر منکری را مشاهده کردید باید تذکر بدید. اول در مرحله اول با زبان خودتون، با دست خودتون ممانعت در واقع بکنید از منکراتی که انجام می شود. در مرحله دوم با زبان خودتون تذکر بدید و آخرین مرحله شما مرحله قلبی هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که فراتر از امین در واقع به اندازه یک خردل ایمان هم وجود نداره. این حد اقل مسلمانی این است که شما حس داشته باشید در مقابل منکراتی که انجام می شود و دلتون به درد بیاد و این تصمیم رو داشته باشید که اگر به من فرصت برسد من این منکرات و این گناهان رو در واقع از بین میبرم یا مردم را دعوت میدهم و مردم را نصیحت میکنه. هر کسی به اندازه توان خودش این مسئولیت را دارد. شما هم که این مسئولیت را دارید که بی خویشاوندان خودتون این گوشزد بکنید، توصیه بکنید که پایبند نماز و بقیه عبادت های شرعی باشند. این مرحله اول هست. در مرحله دوم اگر شما میدونید که با نرفتن شما در واقع اونها به فکر میافتند، این نرفتن شما برای اونها گران تمام میشوند و خصوصا در وقتی که بدونند شما به خاطر این نمی روید که به طور مثال اونها اهل نماز نیستند، شاید به خاطر این نمازگزار بشوند، پایبند نماز بشوند، این اشکال شرعی ندارد. شما می توانید که اونها را حجر بکنید، یعنی به این معنی که رفت و آمد خودتان را با اونها قطع بکنید به این امید که اونها متوجه بشوند و در واقع باز بگردند و پایبند نماز بشوند. اما اگر عکسش صحیح هست، یعنی این که اگر شما نروید اونها از خدا میخواند که شما نروید، زیرا وقتی که شما میروید به اونها تذکر میدید، یادآوری میکنید، نصیحت میکنید و اگر شما نروید کسی دیگر هم نیست که به اونها نصیحت بکنند. در این صورت رفتن شما بهتر هست. شما باید بروید و هر وقتی هم که میروید باید به هر گونه‌ای که برای شما میسر باشد اونها را دعوت بدهید، توصیه و نصیحت بکنید تا اینکه پایبند نماز باشد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که اگر کسی پولی در بانک بذاره که در اون حساب بانکی که باز کرده سود داشته باشه اما خودش از آن سود استفاده نکند و آن سود را به فقرا بدهد، آیا جایزه یا نه؟ ببینید یکی از اعمالی که در واقع حرام شده در شریعت اسلامی گرفتن سود هست و دادن سود هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد ربا همون کسی رو که ربا میدهد و ربا میگیرد، ربا را ثبت میکند، شاهد ربا هست، تمام اینها رو رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع حرام قرار داده. حرمت ربا در حد حرمت سرقت هست. همون گونه که سرقت و خوردن مال مردم به ناحق حرام هست، ربا هم حرام هست. شما از نظر شرعی اجازه ندارید که مال مردم را به سرقت ببرید و در مقابل اینو صدقه بکنید در راه الله متعال به این بهانه که من خودم نمیخورم اما به فقرا و مساکین میدم تا اینکه مشکلات مردم در واقع حل بشه. خود کسب، راه کسب این مال برای شما مهم هست
و باید از طریق حلالی باشه. شما از راه حلالی باید درآمدی رو کسب بکنید و در راه حلال در واقع اون رو مصرف بکنید. اما این که از راه غیر مشروعی در واقع شما کاری رو انجام بدید و مالی رو کسب بکنید، این شما در واقع یک گناهی رو انجام دادید. این که شما بعدها صدقه ای رو بدهید، این ارزش رو ندارد که شما یک گناهی رو انجام بدهید به خاطر اینکه در آخر یک صدقه ای رو انجام بدید. از کجا معلوم که گناه این عمل شما بیشتر از ثوابش باشه؟ و با توجه به این که این عمل از نظر شرعی حرام هست و جایز نیست که انسان به نیت این که از یک پولی در واقع سودی رو بگیرد این پول رو در بانک در واقع بگذارد. این از نظر شرعی حرام است. جایز نیست برای هیچ مسلمانی که به نیت این که از بانک سودی رو دریافت بکند این پولش رو در بانک بگذارد. این عمل از نظر شرعی یک عمل حرامی هست. بالفرض اگر یک فردی مجبور شد، یعنی برای حفظ مال خودش هیچ گونه چاره‌ای نداشت مگر این که این مال رو در بانک بگذارد و راه دیگری هم برایش وجود نداشت، ناخواسته بر روی این مال و بر پولی که گذاشته اگر سودی آمد، حکم شرعی این هست که از این سود استفاده نکند و این را به نیت دفع کردن، یعنی به نیت این که از شرش خلاص بشوند، اینو به کسی دیگر بدهد که از اون استفاده بکند، نه به نیت صدقه. و این که انسان پول را در بانک بگذارد به این نیت که اون را در واقع از این سودی بگیرد و این رو صدقه بکند در راه الله متعال، این از نظر شرعی کار ناجایز و حرامی هست و درست نیست. جزاکم الله خیر. بیننده که از طریق اسمس سوال پرسیدن، گفتن اگر خانمی عفونت زنانه داشته باشد، اگر در حال نماز خواندن باز هم آبریزش داشته باشد، نمازش قبول هست یا نه؟ عفونت زنانه دو تا حکم اون تعلق میگیره. یکی این که عفونت زنانه شکننده وضو هست، اما حکم دیگر این که خود این عفونت از جزء نجاسات شمرده نمی شود. یعنی جزء نجاسات شمرده نمی شود. اگر به لباس یا بدن زن اصابت بکند این جزء نجاسات نیست، لباس نجس نمی شود، اما جزء شکننده های وضو هست و در صورتی که این از بدن زن خارج بشود باید برود وضو بگیرد. این به عنوان یک حکم اصلی و اساسی هست در این زمینه که عفونت زنانه جزء شکننده های وضو هست و بعد از آن باید وضو بگیرد. اما در صورتی که این عفونت مستمر باشد، هست، یعنی همیشه ادامه دارد و قطع نمی شود و اگر برود وضو بگیرد به نماز بیستد دوباره احساس می کند که شاید عفونتی خالص شده، در این صورت، در صورتی که این عفونت همیشه باشد و استمرار داشته باشد، حکم شرعی است وقتی که شما وضو گرفتید با اون وضو می توانید نماز بخوانید ولو اینکه سر نماز احساس بکنید عفونتی خالص شده باشد. در صورتی که ادامه داشته باشد، مستمر باشد، حکمش این است که نماز شما و وضوی شما درست است. اما در صورتی که اتفاقی هست، یعنی یک بار اتفاق افتاده به عنوان یک بیماری همیشگی در واقع نیست، در صورتی که یک بار اتفاق افتاده حکمش این است که نماز شما شکسته و باید بروید دوباره وضو بگیرید و بعد از آن بیاید دوباره نماز بخوانید. این حکم شرعی است. اما اگر به صورت یک بیماری در اومده قابل کنترل نیست و همیشه ادامه دارد، مانند کسی که نمیتواند ادرار خودش را کنترل بکند، حکمش این است که برای هر نمازی جداگانه وضو بگیرد، با آن وضو نماز بخواند ولو اینکه سر نماز هم در واقع عفونتی از اون خارج بشود، اشکال شرعی به وجود نمیاد و نمازش و وضویش درست است. جزاکم الله خیر. بعدی گفتن کفاره روزه چجوری حساب میشه؟ کفاره روزه و در واقع خوردن روزه از نظر شرعی قضا دارد. کسی که روزه رو خورد، چه با دلیلی باشد یا بدون دلیل خورده باشد، اگر به خاطر بیماری روزه نگرفته و عذر شرعی روزه نگرفته، گناهی بر اون مترتب نیست و باید قضا بیاورد. اما اگر از روی عمدن اون را خورده باشد و گناهی رو مرتکب شده و این یک نوع گناه هست، خوردن روزه بدون دلیل یک نوع گناه هست و قضا لازم هست. یعنی در مقابل هر روزی که روزه رو خورده، یک روز دیگر باید در واقع روزه بگیرد. در مقابل هر روزی که خورده یک روز دیگری رو روزه بگیرد و فقط در صورتی روزه کفاره دارد که در روز ماه مبارک رمضان عمل زناشویی انجام بگیرد. یعنی زن و شوهر روزه باشند و در روز رمضان با هم دیگر هم بستر بشوند که در این صورت هم قضا دارد و هم کفاره دارد.
هم قضا دارد و هم کفاره دارد که در واقع به جایش یعنی یک روزی رو باید روزه بگیرند و 60 روز دیگر را به عنوان کفاره باید روزه بگیرند. این کفاری هست که برای در واقع شکستن روزه به صورت همبستری هست. اما کسی که توانایی روزه را ندارد، که در این صورت فدیه روزه گفته می شود، یعنی بهای روزه. کسی به طور مثال بیمار بوده و هنوز این بیماریش ادامه دارد و امیدی نیست برای بهبودیش و نمی تواند روزه بگیرد، از نظر شرعی باید فدیه بدهد که در مقابل هر روزی یک مسکینی رو در واقع غذا بدهد. این فدیهش هست. اما کفاره فقط در صورتی هست که زن و شوهر در حالتی که روزه باشند و با همدیگر هم بستر شده باشند این کفاره دارد. در غیر این صورت با خوردن روزه کفاره لازم نیست. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد زکات یکی از ارکان یا اصناف سوال کردن، گفتن که آیا زکات به تخم کدو تعلق میگیرد داره کشاورزان یا نه؟ به صورت کلی در مورد زکات رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن لیس فی حب ولا تمر صدقه حتی تبلغ 5 اوسق. روایت صحیح مسلم هست از حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمودند که در حبوبات و در خرما صدقه ای نیست و زکاتی تعلق نمیگیرد مگر در صورتی که به 5 وسق برسد و 5 وسق تقریبا چیزی حدود 650 کیلوگرم هست. یعنی نصاب زکات در موارد کشاورزی، در حبوبات کشاورزی همون 5 وسق هست که معادل با 60 ساغ و حدود 650 کیلوگرم هست. اگر کمتر از این باشد زکاتی به اون تعلق نمیگیرد و فقها در این زمینه یک معیاری رو دارند، اون چیزهایی رو که مکیل هست و مدخر هست. مکیل و مدخر هست یعنی پیمانه‌ای هست و کیل می شود و در واقع ادخار می شود، یعنی ذخیره می شود. این مورد جز این موارد باشه زکات در واقع به آن تعلق میگیرد. تمام حبوباتی که خشک کرده می شوند و کیلی هستند، یعنی گندم و جو و ذرت و برنج، تمام حبوباتی که در این زمینه هستند و همچنین قابل ادخار هستند، یعنی می شود که اونها رو ذخیره کرد. اینجوری نیست که فوراً اونها رو مصرف بکنند و اگر مصرف نکنند در واقع خراب می شوند. اگر کیلی باشند و قابل ادخار و قابل ذخیره باشند در این صورت زکاتی به اونها در واقع تعلق میگیرد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که کسب و کار ما از گازوئیل است. اگر کسی در این راه ماشین چپ کرد یا تصادف کرد یا حتی مامورین با تیر زدنش، آیا این شخص شهید حساب می شود یا نه؟ از نظر شرعی انسان باید مراعات بکند، یعنی تا جایی که ممکن هست. یعنی عاقلانه نیست که انسان جان خودش رو در معرض خطر در واقع بیندازد. اگر در جای احتمال میدهد که این کار به ضررش است و ضرر جسمانی برایش دارد، حیات و زندگانیش رو زیر سوال میبرد، یا چه بسا که در واقع بهانه‌ای رو دست دیگران بدهد برای اینکه اهانت بکنند و در واقع مالش رو یا جانش رو در واقع این ضرر و خطری تهدید بکنند، این عاقلانه نیست که انسان چنین کاری رو انجام بدهد. اما اگر بنابر اجبار و مجبوریت شغل دیگری رو نداشت و این کار رو انجام داد، به صورت کلی خود مرگ که به صورت ناگهانی بیاید و در واقع اتفاقی باشد، این یک نوع فضیلتی رو دارد. اما این که حکم شهید رو داشته باشد که شهید بگوییم و احکام شهید بر اون اطلاق بشود، نه، این گونه نیست. احکام شهید بر کسی که در تصادف در واقع کشته باشد یا در واقع ماشین چپ کرده باشد و فوت کرده باشد، حکم شهید رو در واقع ندارد. احکام شهید یک احکامی هستند که کاملا مجزا هست و جداگانه هستند. گرچه ما میتونیم بگیم که نهایتش این که یک نوع فضیلتی رو، مرگی رو که به صورت حتم باشه یا به صورت غرق باشه یا مرگ‌های ناگهانی که به صورت تصادف و یا اینکه چپ کردن ماشین باشه، شاید یک نوع فضیلتی رو در واقع داشته باشه. اما این که به عنوان نام شهید به اونها اطلاق بشه و احکام شهید بر آنها عملی بشود، چنین نیست. جزاکم الله خیر. اگر انسان در دل خود نسبت به کسی تهمت بزنند اما از گفتن آن به شخص دیگری خودداری کند و خود را در دل نیز سرزنش کند، آیا مرتکب گناه شده به خاطر این کار یا نه؟
انسان باید در جایی که امکان دارد یعنی حسن ظن داشته باشد. این بعض ظن اسمون که بسیار از گمان ها در واقع گناه هستند و انسان باید از گمان بد نسبت به دیگران باید پرهیز بکند. اما در این زمینه روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که ان الله تجاوز عن امتی اما حدثت به نفسها، اون چیزهایی که در نفس و در دل امت من پدید میاد الله متعال انسان را در مقابل اون مؤاخذه نمی کند. الله متعال شما رو معاف کرده در اون گمانی که در دل شما میاد. در دل شما اومد که فلانی نمیدن فلان کار بد رو انجام داده، گمان بدی ایجاد شد و بعدا شما متوجه شدید، استغفار کردید، به قول شما خودتون رو سرزنش کردید، انشاءالله این گناهی رو ندارد، به شرط اینکه این رو بازگو نکرده باشید. اما در صورتی این رو بازگو کرده باشید، در مرحله عام به کسی گفته باشید، این در واقع همون مرحله تهمت هست، شما یکی رو متهم کردید. اما تا زمانی که صرفاً به عنوان یک گمان هست در قلب شما هست و به کسی نگفتید و از این آزرده هستید و استغفار میکنید، انشاءالله که الله متعال این رو به شما بخشیده. بنابر روایتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم که آن خیالاتی رو که در قلب امت من می آید الله متعال اونها رو بهشون بخشیده. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن خانم مطلقه بودم و دوباره بدون اجازه پدر و مادرم نکاح کردم، آیا این ازدواجم درست است یا نه؟ بر اساس یعنی اگر که پدرش یعنی بعداً رضایت پیدا کرده و الان اعلام رضایت کرده، یا بر اساس این بوده که برادرشون در واقع سرپرستیشون قبول کردند، یعنی پدر به طور مثال ممانعت میکرده بدون دلیل برادرشون نکاحشون کرده، یا اصلا مطلقه هست و پدرش از اون ممانعت کرده نمیگذارد دوباره ازدواج بکند، بعد از این برادران میتونن این ازدواج بدن. اگر پدر بدون دلیل ممانعت کرده باشه برادر میتونه این ازدواج بده و اگر حتی برادرش هم مخالفت کرده باشه بدون این دلیل، این زن میتونه که به دادگاه مراجعه بکنه و اذن نکاح رو از دادگاه بگیره و هر کسی رو که خودش به عنوان وکیل خودش تعیین میکنه میتونه که در واقع به وکالت بدهد و ازدواج بکنه و بعد از این که ازدواج کرده اگر پدرش برادرش رضایت دادن نکاحشون درست، اشکالی نداره. درست. جزاکم الله خیر. خسته نباشین. وقت برنامه به پایان رسید. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لأزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك